یکی این که شما سالها خارج از ایران زندگی کردین، خیلی تلاش میکنن که برن، شما برگشتین، چرا؟ من بعد از مدتی که خیلی، من 4 سال آمریکا بودم، 2 سال هلند بودم، فرانسه، جای دیگه رفتم گشتم. یک روز آمریکایی که بچه‌ها به من گفتم من دارم میرم، گفت که بمون، ایران زندگی سخته. من جمله‌ای که بهش گفتم الان دارم میگم، گفتم ببین ایران سخته، منتها اینجا بی‌معنیه. من سختی رو به بی‌معنایی ترجیح میدم. این خودش خیلی مهمه. شما کتاب معنای زندگی رو خوندین، میدونین دیگه تو زندگی چیزی که آدم سر پا نگه میداره معنای زندگی. تو بدونی چرا زندگیت برای چه معنا داره؟ امکان داره یکی هیچی نداشته باشه، به هر دلیلی راضی باشه. اصل رضایت خاطر به قول گاندی.